به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکدل و من شیما رئیسی هستم. ما یه خانواده هنرمند و گردشگریم که داریم توی چراغ جادوی ایران سفر میکنیم. اینجا استان سیستان بلوچستان، شهر زاهدان. اینجایی هم که الان وایسادیم یکی از بازارهای شهر زاهدانه و یه راسته‌ایه که فقط توش ریاستین می‌فروشن. خیلی قشنگه. متعلقات شاید هست. یه دور بزنید ببینید، نگاه کنید دور ما رو. همه جور رنگ و طرح و نقش اینجا هستش. بریم ببینیم همه مغازه رو، ببینیم که اینجا چه چیزایی هست. همه جا از در و دیوار رنگ و طرح آویزونه. از این سن و سال هستش فروشنده. اینجا هستش. اینا نخاییه که برای سوزندوزی بلوچ ازش استفاده میشه. تم رنگاشو ببینید، رنگای به قولی هارمونی که خیلی قشنگی داره. از رنگای شاد پر انرژی تا رنگای خاکستری و سبز خاکستری ها و اینها. این طرف ولی رنگاش بیشتر گرم. سلام. خوب هستی؟ ما همینجوری سرمون انداختیم پایین اومدیم اینقدر ذوق زده شدیم. اینجا رو ببینید، آدم دلش میخواد بپره تو اینجا شنا کنه. خیلی باحاله. رنگای عالی. این رنگا هر کدوم یک حرفی داره برای گفتن و خانوما میان بنا به اون سن و سالشون، طرحی که دارن، نقشی که انتخاب کردن، شروع میکنن به انتخاب نخ‌ها و میرن برای سوزندوزی کردن. چلو پلوه، چقدر رنگ و رنگه. اینجا کلی. یه دقیقه بچرخون دوربینو اینجا. ببینید. عالیه، عالی. دلم شاد میشه از همین میام کاملا همینطوره. اینجا یه شأن و کلاس خاصی داره در عین سادگی. بریم یه سری توضیحات در این مورد بشنویم. آقا این لباس رو به من هدیه دادن. دقیقاً طرح و نقشش مربوط به کدوم شهر میشه؟ سمت سراوان و ایرانشهر. نه رنگای مات مثلا خانوم زاهدان. کاملا دستی بشه کفیدوز. طرح مثلا خامه‌دوزی داریم، طرح گراف داریم. حالا اینا رو مثلا میتونید از نزدیکی هم شما ببینید. اینا مثلا جزو بالاترین طرحشون خامه‌دوزیه. خیلی هم طرح خوبه. و جنس نخ چیه؟ اینا نخای جدیده، مثلا نخای ابریشمه، نخای جدید، اینا نخای سرخ ابریشم اگه بخوایم مقایسه بکنیم باز این ابریشمه ولی این ابریشمش ماته. که مربوط میشه به یقه و اینها چی میگن کلا؟